میرم که وقتی داره یه شعر، ببین وقتی هستی طبع شاعرانم گل میکنه. احساس کنم وقتی من اینجا شاهین، انرژی شدید بینندگان عزیز میدونید که شاهین به تازگی ازدواج کرده. گفتم در مراسم عروسیش هم قرار بود ما بریم و باشیم و نشد چون شهرستان بودم، بهتم گفتم. اما زیباترین اشعار عاشقانه رو تقدیم به همسرش کرد که من قسمتی از این شعر رو برای شما میخونم. مهران شاهین عزیز این رو خون برای همسرش که صبح که در پنجرمون وا میشه، ظهر که در پنجرمون وا میشه، عصر که در پنجرمون وا میشه، شب که در پنجرمون وا میشه. آخ که چقدر پنجرمون وا میشه، وای که چقدر پنجرمون وا میشه. واقعا این طبع شاعرانه قابل تحسینه. من موندم که چطور تو تونستی دیپلم بگیری و دیپلمی الان چی واقعا؟ نه واقعا جهت اطلاعات امید باید بگم که من الان فوق لیسانس دارم میخوام. گفتم که فخر رو پیشم بیاد. فوقش لیسانسی درسته؟ من رفتم. شاهین کلاس پنجم تیزهوشان قبول شد. باباش گفت الان که در اوج هستی از درس خداحافظی کن و الان خداحافظی کرد و رفت. خب من موندم و اینجا تنها و دوستان هنرمندی که همکنون مقابل من هستند و منتظرن نوبتشون بشه بیان روی صحنه. از فرصت استفاده میکنم و یک بار دیگه صمیمانه این عید بزرگ، عید سعید مبعث رو به همه شما خوبان بینندگان عزیز و محترم شبکه پربیننده سه سیما تبریک و تهنیت عرض میکنم و به همه مسلمانان جهان. عید مبعث آغاز رستاخیز انسان و خیزش انسان از خاک تا افلاک است. امیدوارم که این عید همراه با خیر و برکت و رحمت الهی برای شما عزیزان و خانواده های گلتون باشه. قربان خسته نباشید. شما خیلی ارادت دارم. می دستم به افتار آقای جمشیدی بزنیم. واقعا خیلی که واقعا آدم خودش رو هدف بکنه برای اینکه مردم خوشحال باشن، مردم بخندن، خیلی خوب. خیلی دفعه پیش آسایید بوده، شما حالا نوبت شما بود. آسایید هدف بهتری بود به خاطر جستش این تقدیم شما. آقای تدارچو ازم حضور شما که متشکرم از حسن ریوندی عزیز. به حال امیدواریم که لذت برده باشیم تا اینجای برنامه. اما اخلاق رسانه‌ای میگه که یه فرصت مشابهی در اختیار آقای رجبی بذاریم دیگه. آقا نه واقعا شما شنیدین چی میگو؟ اینقدر فرصت دیدید واسه من فقط متاسف بودم. نظر شما چیه؟ میکروفونم بسته بود نمیتونستم حرف بزنم. ولی حسن پسر خوبیه، زیاد نمیشه بیرون این منور داشته آبرو بره. یعنی من دو سه بار باش رفتم مسئولم ماسک و کلاه بزنم نبینم من با اینم. یه خاطرم زیاد. یه بار مثلا این سفر زیارتی با هم رفتیم گفت من یه عرض حالی دارم. گفتم بنویس کاغذ بنویس بنداز تو این مشکل واقعا شنونده‌ای هستش. نوشت که من نگاه کردم مینوشت که من آرزوم اینه که به هر حال بچه دار بشم، نمیدونم بچه‌ام سالم سرانجام برسن، خودم خانواده‌ام همسرم اینا، بعد بمیرم. انداخت و اومدیم بیرون، یه ماشین یه نمه زد بهش و پا شد و گفت بابا مثل این نامه رو برعکس داره میخونه، از مردن ما داره شروع میشه. اینم شانس اقبالش، ولی قابل درک و تحمل. به هر حال جزء، یعنی یک بار من خاطرات مدرسه‌شو میگفت از دهنش در رفت. گفت که گفتم تابلو بالای مدرسه تو یادته؟ گواره نشد مدرسه استثنایی. اصلا جون نمیخواد بگی یا استثنایی بود اینا. یعنی که جزء آسیب دیدهای اجتماعیه. من برام قابل حل و درک، ان شاءالله برای شما هم همینطور. کلا نظرتون در مورد اون کرال پشت چی بودش؟ من یادم نمیاد، ولی بعدن این خاطره گفت من چون من که سرم زیرا بود، ولی ایشون گفت یا برای خودش بافته بود تصور که یا اینکه واقعا واقعیت داشت، اما هم اون مردم من حق میدم. حالا من گیرم دستم به افتخار حسن آقای ریوندی بذاریم. حسن آقا دست درد نکنه. جدولو میزنه. من دارم یعنی یه حسی داره، یعنی اخمو ابروها تو هم یه آیا ابوالفضل اومد. ولی الان گوله میخوای من برم جلوی در فشا بدم؟ نه یا آقا چیزی نشده که چیه؟ آقا ایشون بود. بیا قربونت برم. بیا نه بیا اشکال نداره. گفتم قابل عزیزم قربونت برم.
آقای رجبی تا الان داشت از شما تعریف می‌کرد. بشین آدم باش بشین. سلام آقا بفرمایید. بشین. من برات بیام اینجا. حالا دیگه اومدی دیگه تو همینجوری بفرمایید. همین که میکروفون نداره یکیش به نفع ماست. بشین. میکروفون آقا تا شما خوشو بشکنید ما یه آهنگ بشنویم همچین حسابی شاد بشیم و حال اون خیلی بهتر از اینی که هست بشه دوباره برمیگردیم. کاش که حسن ریوندی نیاد این بر. چرا؟ حالا از خودش میپرس. حالا الان برمیگردیم ببینیم چرا. این آهنگ رو گوش کنید. من از تو بدتر